به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. در گاه شمار ایران روز 25 اردیبهشت به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است. این مناسبت فرخنده را گرامی می‌داریم و به تمامی علاقمندان این حماسه سرای بزرگ ایرانی و پیر فرزانه طوس، به ویژه هموطنان ایرانی و مردم هم فرهنگ و هم زبان تاجیک تبریک میگویم. بقا و دوام زبان پارسی وامدار تلاش‌های ارزنده فردوسی بزرگ است. تلاش وی در حافظه تاریخ نگارش شده و میراث فردوسی تا همیشه ماندگار خواهد بود، چرا که به گفته او نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. تأثیر فردوسی بر ادیبان و شاعران دیگر شگرف است. به راستی میتوان گفت شاهنامه فردوسی الهام بخش بسیاری از آثار حماسی در ادب فارسی بوده است. اگر خوب به ژرفای شاهنامه بنگریم میبینیم خرد جانمایه این کتاب ارزشمند است. چه خوش گفته شاعر شیرین سخن تاجیک بانو و رخسار، شاهنامه سخن است، شاهنامه خرد است، شاهنامه ادب است، ادبی که از ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم. همیشه سلامت و سربلند و پیروز باشیم.